بزرگداشت این سند مهم مخصوصا برای امروز و فردا ضرور است، چون که از وسایل اخبار بسیار ما میشنویم از خود جانان که در این جنگ نه اتحاد شوروی بلکه بیشتر دولت‌های دیگر دنیا، دولت‌های سرمایه‌دار گویا سهام‌گذاری داشته باشند، از جمله آمریکا، انگلستان و فرانسه و دیگرها، و حاضر اون دستاوردهای اون قهرمانی‌های جنگ بزرگ وطنی را آنها می‌خواهند که پس زنند. این جنگی بود که یعنی که گرمن فاشیستی و می‌خواست جهان تقسیم شده را از سر نو باز تقسیم کنند، یعنی که مستملکه خود گرداند و باید گفت که یعنی که با تمام آن جسارت و خدمت‌های این دولت‌های شوروی، اهالی دولت شوروی که بر ضد گرمن فاشیستی آنها هجوم نمودند، یعنی که و سزاوار غلبه به دست آوردن، این باعث افتخار هر یک ماست. به فکر من برای مردم ما بسیار هم مشکلی آورد. مثلا از بسیار خانه ها برنگشتن سولدات ها و مثلا همین بابای من گشته آمد خدا بشکر، لیکن بسیار خیلی در دوام دادن کسلیشون. یکی از دلیل هایی که ما در یاد داریم این نعمت خرابای می باشد که برای وقتی که محافظت کردن برای 15 نفر سرباز رو خودش گرانات رو گرفته به سوی تانک دویده گرانات رو پرتافته خودش رو همچون قربانی کرده وطنش رو از 15 دشمن آزاد میکند. اینها یکی از قهرمانانی است که ما باید با این قهرمانان فخر کنیم. من یک شخصی که بعدی همون جنگ تولد یافتم باید قدری بلند بینم. چرا پیش از همه اون که اگر این کار نمیشد یکمش که ممکن تولد نمیافتم، دومش که تولدم میشدم تا یک قمشین نمیس دیگر هم و اسیانگر جاهل به میموندم. برای پدر و مادرای ما، برای اون وای اتفاقچه هایی که همون دوره به جنگ کردن، نه بلکه مملکت ما و دیگر همون مملکت های جهانی که طرفدار ما بودن و ما با یاردم کردن و همراهی کردن. از تاریخ چگونه که ما میخونیم بیشتر از جنگاوران تاجیک بودند که آنها در صف پیش با نمیس ها می جنگیدند، در عقبگاه نیز بودند و حتی چی کمکی که برای در همین جنگ برای غلبه را به دست آوردن در جنگ لازم بود تمام یاری خود را میرسوندند. یعنی امروز ما گفتم میتونیم که سهمی جنگاوران تاجیک که در آنجا می‌جنگیدند به نهایت سهمی کلان دارند. اینها از دیگران نالیدن در کار نیست، ما خودمون باید کوشش کنیم درباره هر یک فرزندمون، درباره هر یک جوانمردی که در اون نبرد و در اون محاربه نابود ما باید کوشش کنیم اونو برداریم. خب برای چی؟ برای اون که وای فرزند ما است. دیگران درباره ما نمی نویسند، هرچند که درباره تاریخ ما دیگران بسیار کارا اما زیادتر کردند، واقعا اما زیادتر درباره تاریخ ما نوشتند. امروز اقلا ما تاریخ نزدیکی خود رو برای خود وای کنیم. هیچ چیز و هیچ کس فراموش نمی شود.